Bekmurod OLTIBOEV va Temur RAХIMOV. سفر نماینده جمهوری ازبکستان اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو OLTIBOEV Bekmurod باید سخت اشتراکی بازی‌های المپیک توکیو 2020 نماینده جمهوری تاجیکستان تیمور رحیموف. اکنون هواداران و راقبان گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری ما در قسمت فینالی دوره نهایی رقابت نهایی دویمین مسابقات بین المللی گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری قرار داریم. پهلوان یک تک پوشیده سفید پهلوان ازبک اشتراکی بازی های المپیک. این حرکت از جانب پهلوان ازبک بود. بکمورود OLTIBOEV 25 ساله پهلوان ازبک مقام هفتم بازی های المپیک در وزن جمع 100 کیلو گوشتنی جودو را در مقیاس آسیا 2 نقره دارد. این پهلوان ازبک یکی از پهلوانان است که قدش از تیمور رحیموف پستر است. تیمور رحیموف نیز اشتراکی بازی های المپیک است توکیو 2020 در سال 2021. دوستان عزیز، دو پهلوان قوی از جمهوری ازبکستان و تیمور رحیموف نایب قهرمان جهان گوشتنی جودوی نورسان محسوب میشد. گرند سلام را با نشان برنجی جانباز کرده است. پهلوان یک تک سبزی تاجیک تیمور رحیموف در وزن جمع 100 کیلو در گوشتنی جودو جمهوری تاجیکستان را مالف. حلال تیمور رحیموف رقیب را به تخته پشت آورد. حالت تکرار را ببینیم که در اینجا OLTIBOEV میگوید که پهلو بود. OLTIBOEV میگوید که پهلو بود. خب ببینید تیمور رحیموف عکس العمل را به کار برد و حلال تیمور رحیموف در وزن جمع 90 کیلو شد جایزه را به دست آورد. تیمور رحیموف دوستان عزیز و همین طریق شد جایزه وزن جمع 90 کیلو برای تیمور رحیموف پهلوان جوان تاجیکستان هدیه می شود. گوشتنی ملی برای دریافت جامی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. از همه شرایط را پایش می‌کنیم که تا به این تنتنه تا به فرصتی سپاریدن جایزه‌های افتخاری مکافات‌های عالی شد جایزه ما را همراهی کنید و باوری دارم که ایشان برای پهلوانان تاجیک برای این نفرانی که موفقیت به دست آوردند بهترین شام و شایسته ترین جشن 30 سالگی استقلالیت
давлатӣ ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. барои таваҷҷуҳатон бисёр арзу сипос мекунем ки ҳузури шумо ва тантанаи гӯштини имрӯза шаҳомати дигар замб кард. аввалан бонувонро барои гирифтани ҷоизаҳои ифтихорӣ ҳоло ба